بنابر اطلاع مرکزی مطبوعاتی قشون‌های سرحدی کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان، عین حال در تمام خط مرز بین تاجیکستان و قرقیزستان درگیری مسلحانه ادامه دارد. در خبری کمیته دولتی امنیت ملی آمده است به حالت ساعت 10-16 سپتامبر سال 2022 در تمام سمت‌های سرحدی دولتی جمهوری تاجیکستان با جمهوری قرقیزستان مناقشه‌های مسلحانه ادامه داشته، قواهای نظامی کشور همسایه از تمام نمود سلاح‌های وزنین و آتشفشانی در اختیارشان قرار داشته دهه‌های نزد سرحدی تاجیکستان انشاءات ملکی و خانه‌های استقامت کنندگان را تحت گلوله اندازی و تیرپرانی قرار دادند. از طرف مقامات مربوطه جمهوری تاجیکستان دو مراتبه ساعت‌های 6:30 و 7:30 اقدام یکجانبه آتش بس عملی شده راه اندازی گفت و شنید پیشنهاد گردید، اما خدمتچیان جمهوری قرقیزستان این پیشنهادات را نادیده گرفتند و از همان نمود سلاح‌های انفرادی، گروهی و تکنیک حربی نقطه‌های اهالینشین تاجیکستان را زیر آتش شدید قرار دادند. خدمتچیان واحدهای تعینات مخصوص جمهوری قرقیزستان در محله‌های اهالینشین باغستان و لکان شهر اسفره و خانه‌های ساکنان آسایشته هجوم مسلحانه انجام داده منزل‌های استقامتی و انشاءات یاری رسان را آتش زدند. گفته می شود تلاش‌های جانب جمهوری تاجیکستان جهتی به اعتدال آوردن وضعیت با سبب به اینابت نگرفته نشدن پیشنهادات گفت و شنیدهای صلح‌آمیز از طرف نظامیان قرقیزستان نتیجه مثبت ندادند. عین حال از تلفات‌های جانی جانب‌ها خبر داده نشده است. من بایرق تاجیکستان بچه‌ها مکتب قرقیز تاجیکستان با پیش